بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و سلام و صد درود خدمت شما خوبان. عزیزان، خیلی وقت هاست که ما نیاز است که یه مواردی رو بازخوانی کنیم تا بدونیم که واقعیت جامعه، واقعیت زندگی اون چیزی نیست که اشتباهاً تو ذهن ما افتاده. مثلا قضیه ازدواج، ما وقتی میبینیم یه جوونی بزرگ شده، یک دختری یه پسری میخوایم که ازدواج کنه و خانواده سخت پریشانن، اما احیانا یادمون میره که این وظیفه تنها اون خانواده نیست، بلکه وظیفه کل جامعه است، کل محیط است، کل اون محله است، اون اهل کوچه است که همه در تلاش باشند برای ازدواج جوونا. حالا یکی با مالش، یکی با نصیحتش، یکی نمیدونم با مشوره خوبش، یه دختر مناسب پیشنهاد کردن، یه پسر مناسب پیشنهاد کردن، با نمیدونم معرفی کردن اخلاق و شیوه های درسته یک زندگی، نمیدونم آشنا کرد، تشویق کردن جوونا به ازدواج. چرا که خیلی وقتاست که خود جوون یه مقداری که به اصطلاح مخش خورده گرفته و به اصطلاح فکر میکنه که ازدواج با کار در تضاد هست، ازدواج با درس خوندن در تضاد هست، ازدواج با شیوه زندگی اون در تضاد هست، با نمیدونم سربازی رفتنش در تضاد هست. همه اینها رو آسون گرفتن. خداوند متعال میفرماید وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، جوونا رو به ازدواج بدید، دخترها رو، پسرای جوون رو با تقوا. پس چی کار کنیم؟ اینو که کار ندارن، اینو که زندگی ندارن، کار ندارن، زندگی ندارن، مال و ثروت ندارن، اینو بذارید دیگه، این وظیفه شما نیست، این با خداست. این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، اگر اینا نادار باشند، فقیر باشند، شما غم اونو نخورید، اینو بذارید واسه خدا. خداوند اونها رو از فضل خودش بهره‌مند میکنه و بی‌نیاز میکنه. والله واسع علیم، و فضل الهی بسیار بسیار گشوده است. حضرت ابوبکر صدیق یک جمله بسیار زیبایی دارند که لازمه که اون رو روش یک مقداری بنگریم. میفرمایند که شما طاعت خداوند، دستور خدا رو عملی کنید. در قضیه ازدواج بچه ها دستور خدا رو عملی کنید، خواهید دید که خداوند متعال اون چیزی رو که به شما وعده داده اون رو هم عملی خواهد کرد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای تشویق جوانان میفرمایند که سه نفرند، سه گروه از افرادی هستند که حقشون بر خداوند متعال که خداوند متعال اونها رو از درگاه خودش بی‌نیاز بفرمایه. یکی از اون افراد المتزوج یرید العفاف، یک جوانی که میخوایی که از مشکلات اون فشارهای روحی روانی که نیازه که ازدواج هست، فشارهای فطری که در هر انسانی هست و طبیعی هست، خودت رو رها کنی و استقرار عاطفی داشته باشی، از نظر روحی روانی مستقر باشی و اون فشاری که رود هست، اون اکتئاب و اون استرسی که بعد تحمیل شده و طبیعت عمر هست، از اون رهایی پیدا کنی و استقرار داشته باشی. خداوند متعال بر زبان پیامبرش به تو این مژده رو میده که خداوند متعال این حق تو رو به جا میاره. فقط نیاز هست که شما همت کنید، از شما همت باشه، از خداوند متعال رحمت خواهد بود. و اونهایی که به اصطلاح یک خب به هر حال در جامعه هر نوع افرادش هست، هر نوع قضایا هست، همه این مسائل اجتماعی در نظر گرفته میشه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونایی که دیگه هیچ راهی براشون نمونده بهشون میگه که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جوونا، کسی که توان ازدواج داره ازدواج کنه. توان ما ازدواج یعنی این که شما مثلا میلیونر باشی، توان ازدواج یعنی این که شما در سطح خودت، پایین‌تر از خودت، کسی رو بتونی به اصطلاح باش ازدواج کنی که به اصطلاح بتونید مسیر زندگی تو بچرخونی. شما با 100 میلیون حقوقت هم بری پیش خانواده شما رو یه فقیر نادار تلقی میکنن، در حالی که اونجا با 1 میلیون حقوق هم بری، با نمیدونم 500,000 هم بری، یه خانواده ای رو میبینی که مثلا پدر اون خانواده با وجود مثلا 5 تا فرزند یه خانواده رو با 300,000 داره اداره میکنه. وقتی شما 500,000 برید اونجا دیگه در چشم اون خانواده شما خیلی پولدار هستید. پس همیشه وضع خودمون رو هم در نظر بگیریم وقتی که میریم
ازدواج میکنیم دیگه همیشه چشم و چشمی رو بذاریم کنار، غذای روز رو با عقل و با درایت خودمون بسنجیم. دختر خانومی که 30 سال رسیده، نمیدونم 28 سال رسیده، دیگه توقعش چی هست؟ یعنی ما بالا از کجا یک جوون 35 ساله ای رو پیدا کنیم که بیاد به تا حالا ازدواج نکرده باشه بیاد به خواستگاری این دختر؟ اگر هم پیدا شد 35 سال از جوونی که تا عمر 35 سالگی رسیده و ازدواج نکرده، باید این رو ببریم اولش یه روانشناس این رو چک کنه، ببینه که مشکل روانی تا حالا پیدا نکرده باشه. همینطور دختر خانومی که مونده، پس اینجا اگر یک به اصطلاح شخصی اومد که 2-3 تا بچه داره، خانمش وفات کرده، میخواد ازدواج کنه، دیگه الان اینجا معطل نشیم. یا اگر مثلا یک شخصی اومد برای ازدواج دوم هم مطرح کرد، دیگه الان دیگه نگیم که چطور ما این دخترمون که به اصطلاح پزشکی خونده، نمیدونم مدرک فلان داره علان داره، این مدرک برای شوهر نمیشه. قضایای اجتماعی رو باید با عقل سنجید، نه با خواسته های ما. خب هممون آرزو داریم که بهترین گیرمون بیاد یا بهترین کسی رو بتونیم خواستگاری کنیم و برای دخترامون، برای خویشامون، برای همه عزیزان. اما آیا اون بهترین رو ما لیاقتش داریم؟ شما علی باش تا برای شما فاطمه رو خواستگاری کنیم، اما وقتی که شما خود اون مرحله نرسیدی، نه در اخلاقت، خیلی ظلمه که من پسرم یک به اصطلاح منحرف باشه از نظر اخلاقی، سیگاری باشه، غیر پایبند باشه، برم دنبالش بهترین دختر پایبند دیندار رو براش بگردم. این که نشد. پس همه این مسائل رو هم از نظر اقتصادی، هم از نظر جسمانی، هم از نظر شکل و قیافه، طرف به اصطلاح همچین خب انسان رو خداوند متعال به شکل‌های مختلفی آفریده. دختر خانومی از همچین قیافه جذابی برای جوونا نداره، اما میخواد که به اصطلاح عروسش یا داماد دلدل سوار باشه و نمیدونم از پشت کوها سوار بر اسب بالی یا پرواز کنه بیاد پیشش. هر چیزو باید سنجید و عاقلانه به اصطلاح تصمیم گیری کرد. معیاری که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که به اصطلاح اینجا اکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. معیار اخلاق، اولویت به اصطلاح اختیارای ما معیار اخلاق و دین باشه. اگر از دینداریش ما به اصطلاح راضی هستیم، با دینداری ما، با خانواده ما، با فرزند ما میخوره، از اخلاقش راضی هستیم، دیگه الان وقت اون نیست که بهانه‌گیری کنیم و فرصت رو از دست بدیم. دست در دست هم، جامعه، اطرافیان، همه دست در دست هم تلاش کنیم که جوانامون رو سر و سامون بدیم.